چاکر رفقا. اومدم جیم نیم ساعت میزنم، مهمونم ساعت 10:30 یه ساعت دیگه میرسه. با حاجی جون من حاجی به خدا که دودولتو بخورم اینقدر آقایی. بابا گیر نده دیگه، بی تربیت. میگم لباتو بفروش، میگی نه هیچی برای فروش نیست. جون صدات نمیاد. جون بابا جون صدات نمیاد، لب خوشگله. چی میگی؟ این هتل خیلی باحاله. حاجی اینا جمع این وقت رو خدا من پای من بچه ها میگم پات خوب نیست. سرشونه دعاش من نگاه کنین، کف بکنین. آرش آپتین یادتو چی گفت که نگه ندار وزنه، اینجوری نگه رو پنجه، رو اینجوری باشه، اینجوری ببین نگاه کن. آرش اینجوری میگیری میره بالا، سرشونه منه. برو آرش 5 تا دیگه برو، هر جوری کمر هر جوری میری برو. 2 3 پرت کن بالا. 4 یه دونه دیگه بزنی 1 میلیون دیگه مال پدرت. بزن 5 تا دیگه. اوه حاجی باره نگاه کن. تو رو ارواح پدرت، ولی بگو از نزدیک پام کلفته جان قدیر. نه بگو خدا وکیلی هیکلت خوب شد به ابوالفضل قسم. آقا روزی 3 ساعتم تمرین میکنم. من میدونم. آنتن پشت نها کن، بچه های جنگلداری هنده. اینجا اومدیم با حاجی به صرف پیتزا خوری با حاجی جون بزن زیرش. کسخال زندگی حاجی. جون حاجی اونو بگی، این دوتا رو بشه از اون بغلم. دنیا هم انقدر تخمی حاجی. بزن بره. آقا چاکر رفقا، داریم میریم ببینم من میتونم یه دونه چیز پیدا کنم، پیرهن مشکی. از خواب بیدار شدم همین الان. بعدش ساعت الان روش 4 یه چیزی بخوریم. ساعت 9:30 شب میخوایم بریم شام، یه رستوران خیلی باحاله. آره داداش دیگه، ما از دیشب این مقدار نامساعد هستم چون آب کم خوردم. آب همراه میدونم هست. آره دیگه فعلا همین دیگه، مراقب خودتون باشید دیگه. جگر تو آقا، من و یکی از بچه ها راننده قایق موتوریه تو شمال. اعتماد به نفس خوب چیز جدا داره. اعتماد به نفس باید داشته. آقا یه چیزی من به شما بگم، من میگم آخه این تیپ آقا ما اومدیم، آقا حاجی ما اومدیم اینجا، این حاجی آقا این چه شهر میگه چیه؟ میگه نه، میگه مسافر دارم تهرانی و دوبار. ولی من دوست دارم لبای حاجی یه گاز بگیرم. همون جایی که تیمور رفت. همون جایی که تیمور رفت. بریم حاجی خوار $100,000 رو بگویم حاجی. بریم پولاتو رو بخوریم حاجی. بیا حلوای حاجی سی برای من بخر. لوای حاجی میره مزایده تا چند روز دیگه. میگن 3 تا آهن فروش اصفهانی میخوام بخرن. حاجی یک هوای، میگم این جی وگن این رنگی کنم چی حاجی جدیده رو. میگم این تو اصلا حال میکنی، خیابون رو میبینی دیوونه میشی اصلا. ببینی دارم فیلم میگیرم شما ببینیم، ولی خارکسته بیابون اینجا چی رو میخوای ببینی آجی؟ برای خودش دار اینجا خمنگ اوه این لوی ویتانه چقدر خفنه آجی.
کامفورت نداره پیرن آرش جا اینجوری راضی پیرن خریدم یه دقیقه میپوشم نگاه کنین چجوریه. خب فکر کنم خیلی قشنگه. همه جا رو گشتم حاجی نمیشه پیرن پیدا کرد. نمیدونستم انقدر سخت پیرن پیدا کردم. یعنی از این به بعد یعنی حاجی هر جای پیرن دیدم رو هوا زدم خریدم. چون دیگه داداش دیگه باید پیرن زیاد بپوشی. الان سلیم هم یه رستوران زده حاجی اونم پیرنیه. میگیری چی میگم؟ یعنی دیگه ولی اینو میپوشم الان نگاه بکنیم مردانه به من بگین استایلم چطوره. میخوام ببینم 0 تا 1 به من چند بدین 0 تا 1. جان خوش تیپ منطقه آمد. چطوره داداش استایل داداش ردیف هست؟ وایسا ببینیم خواهد وایسا داداش نگاه کن. تیپ چطوره؟ حالا شلوارم عوض میکنم. پیرن قشنگ هست؟ جان آیسان قشنگ هست پیرن؟ تو رو جان آیسان قشنگ هست؟ الکی نگین آره یا نه. میگم اگه کیری هم هست بگین قشنگه دیگه. قشنگ هست؟ چطور هستین؟ خوبین؟ قربون شما. آقا سلام خدمت عزیز جانهای آیسی. آقا بچه ها میگن داش آیسی جان، من میگم جان. میگن حالا که لب آب هستی و برای خودت داری عیش و نوش و عیاشی میکنی چه تیپی امشب تهیه کردی که منطقه رنجات به میامی رنج آبپز بکنی همه رو. اسم تیپ امروز من از بچه ها شهرآشوب عینکی. حالا چرا شهرآشوب؟ چون میخوام شهر با این تیپ با آشوب بکشم. تیپ نگاه تیپو فقط جان من شما نگاه بکنید دیتیل کار شما بچه ها در بیارین. یه لحظه کار ترک هستش. این کار بچه ها از 3 ربع 1 ربع 2 ربع 4 ربع میگم تیپ جندکش هست یا نه؟ تیپ هم خوب هست؟